واقعا بعض از انسان ها یک هوش و ذکاوت خیلی بالایی داره. اگر از این هوش و ذکاوتشان برای یک کار استفاده کنه، میتونه در جامعه خیلی زود رشد کنه، خیلی زود به یک جایی برسه. ولی متاسفانه به همچون کارهای استفاده میکنه از هوششان. این شیطانه که میبینید خودشان به شکل گوسفندا در آورده، میخواستن از یک کشور به کشور دیگه قاچاق رد شود. و ذهنش خطور میکنه واقعا چی رقم از مرز رد شویم. اوهو بیا خود بزنیم بر رمه گوسفندا. از پشم گوسفند برشان لباس درست میکنه و همه تا چارپا میخواه از مرز رد شود تا سربازای اینا را شناسایی نتانه و بتانه موفقانه از مرز رد شود. و ردم شده اینا. ولی پلیسایی که در چک پوینت در مرزها جابجا بودن اینا رو شناسایی میکنه و اینا رو دستگیر میکنه. باید هم به این سربازا مدال هوش و ذکاوت داده شود که اینا رو شناسایی کرده و همچنان به این 3 نفر باید مدال داده شود که چطور همچون فکر به ذهنتان یعنی خطور کرد که شما به شکل گوسفند میتونین از مرز رد شوین و بدون پاسپورت بدون ویزا. بر من خیلی جالب بوده. البته ما که از افغانستان هستیم، هموطنهای زیاد ما تجربه راه قاچاق داره و هنوز همچون فکر به سرشان نداده که با لباس گوسفند از یک کشور به کشور دیگه رد شود. وقتتان خوش.